پس اسم من مودیفایه. خوش اومدیم به این ویدیو. اومدیم بریم اولین ویدیومون رو رکورد کنیم. این ویدیو بدون ادیته چون اصلا فقط کات میزنم بین ویدیوها و دوست حوصله‌شو ندارم اصلا 2 ساعت داشتم ادیت کنم اولین ویدیو رو. پس دیگه شروع کنیم و اینکه تو رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگولش هم فعال کنید که بتونیم یه روزی 1,000,000 منو جشن بگیریم. درسته حساب دارم ولی خب اولین مچ به دور تیرکس جونمی فست راشت ای عاشقم فست راشم. بچه یه موسی گرفتم مثل چی CPS بهم میدم 400,000 تومن دیدی کلا زیادم نیست ولی ببین چقدر CPS میده. مثلا باش گاد بریج بزنم. این از این گاد بریجه که میگم با تو کلیکر فقط میشه. ببین تونستم ولی نمیدونم چرا کلیک چپش اینجوری کار میکنه. سخت ها کلیک چپ کرد. همین چند دقیقه پیش اینو وین کرده بود. هم با همین مپ بودم. مروه دلتا چون خیلی بد هم سریف راش بزن نکلت زمانی گرفتم. تو داری اینجوری میگی خوش به حال تو. هیچ وقت قیافه قضاوت نکنید. من خفنم سرواردشون من بتمنم. چه سری راش میدم بنده میشه گیم بذاری و 2 ثانیه طرف بزنم. تیرکس واقعا پران. واسه من یه لحظه مایک خاموش کردم یکی کارم داشت. بنده یه کلاسی نبودم فکر کنم این صدایو نذارم تو ویدیو. الان میگه اوتو کلیکر زدی واقعا موسم تعطیله بنده تعطیل بی بادد. من جدیدن خیلی پرو شدم. الان تو ذهنم چه ادیتی بزنم ولی نمیخوام ادیتی بزنم. خیلی عجیبه. یه چیز زدی هم تو هم خودمونو
رفت. دوتا بیا برم تو سطح ما نیست، مال این حرفا نیستی اصلا. تو اصلا نمیدونم چی بگم. من ساعتیست درگش اینقدر پیزه درگ سمت چپش خرابه. خدایا چه روزی افتادیم که You are in Matrix. Buy my package. Buy my pack. اصلا دقت نکنی اونو. ولش کن. بس فهم. بچه چنل دوم و چنل سوم و چنل اول که پریده کلا نمیتونم واردشم. چنل دومم که هست 4 تا ساب دارم، ساب کنید. این چنل اول یه دونه 3 تا چنل دارم، چنل گیمینگ و اون چنل رندوم چنل. اون اولیه که کلا اونم رندوم چنل بود، گیم هم میذاشتم اینا. آره این گیمینگ چنله، فقط ماینکرافت میذارم بچه. انتظار گیم های دیگه نداشته باشید. بده وایت رفت، همه چی جابجا شد یه لحظه چند ثانیه تو همه جا. مورمور داشتم میگفتم. منم یه را بده شما کجا؟ بده شما کجا ای سکر پدرس. سکته زدم بیناموس. آی قلبم آی قلبم آی قلبم آی قلبم آی قلبم. سکتت کردی زدم. وای ترسیدم. وای بریم های پیش. اینجور مثلا رفت تو یه لحظه بلیم give me rank. متن اول بریم زالا ببینیم چه گندی میزنیم. خدا کمک. من خوب پرو باشم. من ویش باز در برم. جنگولک باز در برم. جنگولک. بچه فکر نکنید فقط بدوارزا تنها گیم ها دیگه ای که میریم آرکید.
یا بینم یه سریع بهت میره. ولی خدایم پرم پل زنی از اون رزمت پل من استفاده میکنی؟ بابا من کی رفتم چالنج برم؟ اصلا هم یه مچ آخری مچمونو پلی میدیم دیگه، خداحافظی میکنیم به دوباره. اصلا کم شد ولی ویدیو داره چیز میشه. گشادم ادیت کاتم گشادم بزنم هم سر ویدیو رو کات ریز بزنم. ویدیو یکم کوتاه شد و دیگه با آدم این مش یه ساعت طول بکشه. های پیکسل جایدن یا پرو شدن ریدم. نه پرو نشدم. بابا چرا باید نزدیکترین جایی که به برج به بیسان طرف نزدیک من بیفتم 2 متر اون ور میرم 100% بخاطر همونه. یعنی خدا من چلنجم مگه به خدا من چلنج آف کنم مطبت طرف نفهمید شد ها داشت من بینم چیز میخوانم تو فلان نگرم نباش. سیفت خود کشی کرد. خب برو بازی کی به تو گفت جنگولک بازی در بود؟ دیرکشن مهره ها ننمزان بچه من فهمیدم قضیه ننمزانی چیه. مهد اورجینال بچه میگفت چون ننش با زانه قرار داشت. به خاطر همین میگی ننمزانی یعنی ننش با عمو زانه قرار داشت. قرار مکالمه منحرف نه نمیخوام سرود الله اکبر وای اون سیبیل داره که خیلی زمان قدیم بوده که برای آلمان بوده نمیخوام سرودشونو بخونم ولی یه چیز بهم میگه سرودشونو بخونم. وای اولش آیس داشت آیس پکرز بچه من عادتم تو بیریز زدن اینه که
بیام از همون اول کلیک رو بزنم. خب اما کلیک رو فشار دهم مگه ادبیاته. فشار بدم یعنی بزنم بعد بیام یهو بیریجو بزنم. من اینجوری من تک بلا ابرا छोड़े मर्दी चिको काटी मर्दी आगे गुलामी हम मर्दी चिको काटी आगे मर्दी चिको काटी चलो دارم شعر. اصلا من هیچ شمازندران بلد نیستم به خدا. نمیدونم چرا اینجور بلدم. آکووار بس من حرکت زدم وبکنم. اگه چنل نمیخوام از همین الان قول بذارم. آیسه های دل هفتیش فریدم تا آیس گفتم فهمیدم یوتیوب نمیتونم بگم. آخر ویدیو یک کمشو میخونم. خدایا کاملشو باید بخونم. آخرش ویدیو فکر کنم دیلیت کنه. ویدیو فکر دیلیت توسط سرود الله اکبر گفتم همونو داره. همون سیبیل داره. اولش هم با هی آخرش هم با ریت. منظورم اونو میگم. سرود اونو دارم میگم. بابا اسپمر سگ زهای دل هفته شدن. پست صندوق پسته آهای نسل جوون آب روون کمر خمیده چرا رنگت پریده بزن جمع دو دستی اگر نشد یه دستی دیشب تو باغ لنبه من و فاتی کس قلمبه آخی میزدیم تلمبه یه کلان سر رسید گفت بذارم کست پری یا ببرم کلان تری گفتم بیا بذار کست پری آخ کسشو مالون تا خانه منم رفتم تو آفتاب آب گیرم را افتادن یسر من یسر جوان بده کس را این گیر کمر سس را پاره میکند کس را زایه میکند کس را یسر من یسر بر پیر نده کس را بر جوان بده کس را جوانی کمر باریک در نیمه شب تاریک آنچنان کند کس را پست صندوق پسته آهای نسل جوون آب روون کمر خمیده چرا رنگت پریده بزن جمع دو دستی اگر نشد یه دستی دیشب تو باغ لنبه من و فاتی کس قلمبه آخی میزدیم تلمبه یه کلان سر رسید گفت بذارم کس پری یا ببرم کلان تری گفتم بیا بذار کس پری آخ کسشو مالون تا خانه منم رفتم تو آفتاب آب گیرم را افتادن یسر من یسر جوان بده کس را بر جوان بده کس را جوانی کمر باریک در نیمه شب تاریک آنچنان کند کس را